کسی پرسیده است که آیا جراحی تجمیل، بعضی جراحی ها هستند به خاطر زیبایی، اگر ملال نشود به زبان روسی پلاستیچسکی اپراتسیا میگویند، آیا این جایز هست یا نه؟ جراحی تجمیل دو صورت دارد. یکی این است که به خاطر ضرورت هست، دوم این است که به خاطر زیبایی است. اگر صورت دومی باشد، به خاطر زیبا کردن خودش باشد، این جراحی نادرست هست. اما اگر به خاطر ضرورت باشد درست هست. حضرت مولانا خالد سیف الله رحمانی یکی از علمای هند هست، کتاب دارند به نام فقه معاصر جدید. در جلد 1 صفحه 163 میفرماید عملیات یعنی جراحی که محضاً و صرفاً به خاطر زیادت حسن و جمال باشد جایز نیست، زیرا که این ضرورت نیست و اسلام چنین تکلفات را نپسندیده است. اما اگر به خاطر ضرورت باشد، مثل اینکه اگر جراحی نشود مرض به دیگر اعضا سرایت میکند یا باعث تکلیف و درد زیاد میگردد، جراحی کردن جایز است. در فتاوای هندیه آمده است که ولا بأس بقطع العضو ان وقعت فيه الاكله لئلا تسري ولا بأس بشق المثانه اذا كانت فيه حصات. باکی نیست به بریدن عضو اگر در اون عضو بیماری پیدا شود که اون عضو را میخرد. اگر اون را نخرد، نبرند، عضو سرایت میکند، امون خوردن سرایت میکند به بالا و یا به دیگر عضو تا که سرایت نکند. این چنین بحث با باکی نیست با چاک کردن مثانه خیچیک اذا کانت فیه حصات، اگر در اون چی باشد سنگ باشد. پس فهمیده شد که اگر این گونه جراحی هایی که برای زیبایی است صرف محض برای زیبا شدن انسان باشد نادرست. اگر بنابر ضرورت باشد که شاید همون بیماری به دیگر عضو سرایت میکند یا این که باعث رنج و تشویش میشود، تکلیف میشود، در این صورت درست است.